دفعه برنامه رو من شروع میکنم با یه سوال استراتژیکی از مجری. دوست چند بخشه؟ ای بابا، دوست کارش از بخش و شهر و روستا گذشته. دوست یه دنیا. ناکس، تو که لاله بلدی چرا خوابت نمیبره؟ یه ذره زبونت نمیچرخه از ما بگی اینجا تو اول برنامه؟ آقای دکتر، من میدونم که خیلی از ارزش استراتژیکی شما بیان نشده. آره، البته این تقصیر این شکست نفسی ساب مرده ماست که نمیذاره 4 تا حقیقت استراتژیکی راجع به خودمون بگیم. اما خب میدونی که من حاضرم با چنگال آب و حوض خالی کنم ولی تعریف از خود نکنم. اما از اون طرفم حاضرم تو اسید حل بشم ولی درخواست دوستان رو بی جواب نذارم. اصرارم که بیش از این نمیشه. اینطوری برات میگم، بعضیا فکر میکنن که همه چی به زور بازوه، ولی من همیشه با کلم کار کردم. از بچگی یادمه من شرط میبستم 1 تومن به 10 تومن با کله میذارم تو تیر چراغ برق، این لامپش میافتاد، میگرفتم تحویل میدادم. و میدونم آقای دکتر که روپایی هم خوب میزنی. دیگه شرمنده میکنی ما رو با این حقیقت گویی زق و زنندت. قلنجم خوب میشکنم. اونو بزنن برای دوران پسا کرونا. آره، سوت بلبلی هم میزنم و بوق ترینی بلندتر. البته این توانمندی با ارزشیه، ولی من بیشتر به توانایی شما تو تعبیر خواب نیاز دارم. چی شده؟ تو خواب مقام عظما و حاجی روحانی رو دیدم که همینطوری با مشتای سنگین و آپرکات میزدن تو پوز خودشون. تعبیرش چی است؟ ناکس، رود نمیشه بگی سوال استراتژی داری میخوای به اسم خواب غالب کنی به ما؟ هر مشنگی از اون بسیجی دهنگشاد تا اون مخترع کرونا یابم فهمید که تو داری میگی اینا به چه روز پیسی افتادن که روزی 3 وعده خودشون حرفای خودشون رو تکذیب میکنن میذارن تو پوز خودشون. دکتر، حاجی روحانی میگه اوضاع خیلی خوبه، همه چی تو کنترله، اما زیر دستش عکس اینو میگه. روحانی میگه بیماری کمتر شده، اونا میگن بیشتر شده. حیوانکی یه چیزای خیالی میگه که همه گول بخورن ولی بر میگرده تو پوز خودش. تعبیر خوابت هم همین بود دیگه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزا بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن مشنگه داشت به ننش میگفت چه ماشینی دوست داری بخرم، اونم داد میزد لنکروز لنکروز. یه دفعه بیدار شد دید ننشه داره داد میزده لند هور پاشو لنگ زوره. دکتر، حاجی روحانی که میدونه اوضاع خیته، چرا هیچ کاری واسه کرونا نمیکنه که مجبور نشه هر روز بیاد کنفرانس دروغ بذاره؟ اولندش کی تو نظام از جیب میزنه که خرج این کارا بکنه، از اون ور ظریف آویزون بانک جهانیه که پول بگیره، از این ور 5 میلیارد جیرینگی گم میشه تو دست بر و بچ. دومندش تو کنفرانس مطبوعاتی که نمیتونه صاف بیاد همین اولندشو بگه، باید بهانه بیاره. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن به تنبله گفتن لباساتو اتو کن، گفت چشم، ولی خب شلوار لیک اتو نمیخواد، پیرنم اون پایینش میره تو شلوار، آستینم که میدم بالا، جلوش هم که صافه، یقرم باز میذارم، خب پشتم هم که لم میدم به صندلی ماشین صاف میشه، باقیش دیگه هرچی مونده بفرما اتو کنم رو چشم. ولی خودمونیم، رو میخوادا هر روز دروغش رو بشه بعد دوباره بیاد کنفرانس بذاری، این که خیلی پر روی این میخواد. خودش یه سبکیه، التزام قلبی و عملی به مقام عظماست دیگه، که دروغات که در اومده تازه بکنیش موضوع حرف و دروغ بعدی. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن دروغگو ادعای خدایی کرد، گرفتنش بردن پیش حاکم، گفت پارسال که اینجا ادعای پیغمبری کرد تیکه تیکش کردیم کشتیمش. دروغگو گفت خیلی خوب کاری کردین، دمتون گرم چون من نرفستاده بودمش. روشن شد یا برفستم به سراغ حاکم ادعا کنی واسه. آقای دکتر، به نظر میاد مشکل مقامات نظام اینه که به راهنمودای کاربردی مقام عظما توجه نمیکنن. نخیر، صداشو در نیار اینجا، از دور دل میبره از نزدیک زهره، از دور راهنمود کاربردیه، نزدیک که بری یه چیزای دیگه در میاد. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که پیرمرده داشت نفسهای آخر رو تو بیمارستان میکشید، 3 تا پسرش اومده بودن بالا سرش، بعد به اولی گفتش که ببین رستوران مال تو، به پسر دومی گفت 4 تا هتل مال تو، به سومی گفت عزیز جان سوپرمارکت ها مال تو، گفت و از دنیا رفت.
پسرا زدن زیر گریه که باباشون از دنیا رفته. دکتر گفت یه خود صبر داشته باشی، فردا پس فردا سرتون به املاکی که بهتون بخشید گرم میشه، داغتون یادتون میره، ولی هیچ وقت این پدر خوب رو فراموش نکنی. پسرا گفتن کدوم املاک، کدوم هتل؟ بابامون با نیسان کرایه‌ای آب معدنی میرفوخت، داشت کاراشو میسپرد به ما. آقای دکتر یه سال در مورد فضاحت جدید کرونایا به این سلامی ولش مشهد کن که اصلا صحبتش رو نباید بکنی اینجا تو میخوام برنامه. یه چیزی بهش بگین که بره گم شه، آبروی نظام رو نبره این اون که همه. بدش نمیاد که از من فوش بخوره، از خداشه که طرف حساب فوشخوری من باشه. بانو مووی همیشه میفرمودن به بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که حبس کردن تو دستشویی واسه آدم تنبیهه، واسه مگس جایزه است. آقای دکتر یه سوال در مورد فعالیت‌های فرامنطقه‌ای نظام. برو بینی. این راهبندیه که در رابطه با کشتی‌ها تو خلیج میکنیم دردسر نشه یه وقت؟ نه ترس، سگ عاقل میدونه کجا واق واق بکنه. اون طول سگ چوب نخورده است که واسه همه واق واق میکنه. آقای دکتر شما داری میگی مقام عظما طول سگ چوب نخورده؟ نه قربونت، من هیچ وقت به مقام عظما اینجوری اظهار ادب نمی‌کنم بگم طول سگ چوب نخورده. ایشون سگ عاقل قربونت برم الهی. آقای دکتر ولی شما یه طوری گفتید که من فکر کردم طول سگ چوب نخورده است که همش واق واق نه که میکنه. آخه به سن ایشون میکنه که طول سگ باشن، تا اونم چوب نخورده، صبح تا شب داره چوب میخوره. راست میگید آقای دکتر من اشتباه کردم، یه اشتباه در برای انداختم. همین طوری که شما میگید